چه کسی مبارزه بدون خشونت برای صلح و استقلال هند را بنا کرد شد؟ همامالنی. کی؟ همامالنی تو فیلم شعله بارها و بارها به ویرو میگفت ویرو با جبار سینگ مبارزه بکن ولی بدون خشونت. خداییش راضی قلبن. خجالتی بکش تانکر، در شرم بنداز پایین. من جواب مردم شریف هندوستان چه بدم؟ مردم هند سلام کرده. اینها علم نهی، فهم نهی، شعور نهی، سواد نهی، اما مسخره بازی اهی. یک شخصیت بزرگ است، شخصیت تاریخی، اصلا زن نیست، مرده. آمیتاب بچن. یا صاحب صبر، آمیتاب بچن. آقا فیلماش بارها و بارها پخش شدن. انقدر که ما پخش کردیم خود هندیا پخش نکردن. آفرین. خدا نسلتان از رو زمین برداره.